روستایی ها. اینجا دیدم که حاج خانم داره گردو آسیاب میکنه، اونم با یه سنگ رودخونه‌ای که خیلی صاف و محکمه و یه سنگ تخته‌ای که حدوداً تقریباً 30-40 ساله که دارن روی این سنگ هم گوشت رو نرم میکنن، هم مغز گردو آسیاب میکنن، فند و بادون. و اینکه زمان قدیم دیگه چرخ گوشتی نبوده، اینطوری آسیاب میکردن. توضیحات لازم حاج خانم میاد به ما میده. این لاندسته مال قدیمی است، دوره‌ای شوپدر من، مادر من قدیمی. اینا رو میاریم اینجا چیز میکنیم. این گوزو چرخ نداریم بعد چرخ بزنه. اینا رو میاریم اینجا لاندسته میزنیم. اینجا لاندسته میکنیم، مغز در میاریم، لاندسته میزنیم، میبریم خورش میگیریم میخوریم. بله. چند سال این سنگر رو دارین؟ این سنگر رو الان 30-40 ساله، مال قدیمیه. بس نمیشکنه دیگه نه؟ نه این نمیشکنه، این سخته، این آخر نمیشکنه، این عمر اینجا میمونه. دست شما در نکنه حاج خانم. دست شما در نکنه. این لاندسته قدیم مال مادر شوهر من گذاشته یادگاری. میگه اینجا خدا رحمتش کنه. میگه اینجا رو سنگر و گوزو و مغز در میاریم، الله که له میکنیم، میبریم خورش میگیریم. گندم هم میکوبین روش یا نه؟ گندم میکاریم، سر گوشت داشته باشیم علک میکنیم اینجا. دست شما در نکنه حاج خانم. دست شما در نکنه. قربانه.